رفقا امروز جدا از کار ایسترگ و راز و فلان و اینا رفته بودم داشت برام خودم جی تی ای پلی میدادم که یه آهنگی داخل رادیو برام من پلی شد. بریم اول با هم بشنویمش. خب از اونجایی که من آهنگ از وسطش رکورد کرده بودم طبیعیه که خیلیاتون یادتون نیاد. اسم آهنگ که هست کریان مای ویوارد سان از کانزاس. ببینید سال 2005 تا همین 2021 سریالی ساخته شد به نام سوپرنچرال که خیلیاتون دیدید ولی خیلیاتون ندید. من با اون خیلیایی که ندیدن کار دارم. سریال حدوداً 15 فصله و قسمت آخر تمام فصل‌ها این آهنگ کریان مای ویوارد سان پلی میشد که واقعا چیز جالبیه. من خودم به شخص باش حال کردم، گفتم حیف تو چنل بهش اشاره نشه. در کل خواستم بهش اشاره کنم اگه حال کردی لایک و ساب یاد نره، چیز 1000 تایمون نمونده.